السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. با بی بو. با در بالاش فتحه دارد، فتحه نامیده می شود. بی در پایانش کسره، بو در بالاش ضمه. با اگر در بالای حرف فتحه ماند ا خوانده می شود، در تگ حرف کسره باشد ای خوانده می شود، در بالای حرف ضمه باشد او خوانده می شود. مثلا با بی بو، تا تی تو، ثا ثی ثو، جا جی جو، ح حی حو. خا این حرف غوص است. خا خی خو. دا دی دو. ذا ذی ذو. را ری رو. زا زی زو. سا سی سو. شا شی شو. صا صی صو. ضا ضی ضو. طا طی طو. حرف ضاد هم پره خوانده می شود، یعنی با آواز غوص خوانده می شود. ضا. حرف طا هم با آواز غوص خوانده می شود. ضا ضی ضو. ع عی عو. غا غی غو. فا فی فو. قا قی قو. کا کی کو. لا لی لو. ما می مو. نا نی نو. وا وی وو. ها هی هو. الف در باش همزه باشد، اگر همزه حرف نیست برای همین اینم حرکت حساب می شود. ای او. الف وقتی که حرکت نداشته باشد الف خوانده می شود. در بالاش فتحه ماندیم در تگش کسره ماندیم ای، در بالاش ضمه ماندیم او. یا یی یو. حرف هایی که پره خوانده می شوند با آواز غوص خوانده می شوند. حرف خا، حرف را نه همه وقت خوانده می شود. خب بعضی وقت ها هم غوص خوانده می شود. حرف را خا. بعدا حرف صاد ضاد تا ظا غین قاف. این حرف ها غوص خوانده می شوند. انشاءالله تعالی درسی بعدی را در نوار بعد یک جای می خونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.